درود بر فرزندان راستین تاجیکیان در سراسر گیتی. هر جا که هستید پیروز و پدرام باشید. امروز 20 اپریل 2017 برابر با 31 فروردین 8576 تاجیکیانی، امروز فرزندان برومندی از خاک سپند و ورجاوند تاجیکستان با من تاجیکندیش مهریار مهرآفرین درباره الش یا عوض شدن یا عوض کردن برخی از نامها و بخشهای شهرستانها در تاجیکستان گفتمان و رایزنی کردن یا مصلحت دیدن، به ویژه از استان یا ولایت ختلان زمین، و نگرگاه من را پیرامون الش کردن یا عوض کردن این نامها خواستند. این فرزندان تاجیک زاده دوستدار مردم و دولت و فرهنگ تاجیکستان سپند فرمودند قرار است قرقان تپه را باخترشهر و سربند را لیوهکند بنامند. من کمی برمیگردم به سالهای گذشته، هنگامی که با استاد مومن قناعت پیرامون شهر کران گفتمان کردم و پیش از پیدایش شهر کران کتاب من نپی که من چاپ شد و من به اونجا پرداخته بودم در پیرامون شهر درواز و ارتباط شهر کران تاجیکستان و جمکران ایران را در درازنای تاریخ برون از 1400 سال هنگامی که بررسی کرده بودم، سخنی در خور ستایش از استاد مومن قناعت دریافت کردم که گرچه روی رسانه آمد هم آمد و همان نیامد، اما امروز من میخواهم پیرامون نامهایی که قرار است الش شوند نگرگاه خودمون بگم، دیگر ببینیم که چه پیش میاد. این اندیشه مهرآفرین است. ما پیرامون یا اطراف قرقان تپه و سربند یک جایی رو داریم به نام وخش. حال این وخش رو امروز ما بخوایم که بگیم تکنولوژی آنچنانی هست، کارخانه های آنچنانی، دیگر آموزش پرورش آنچنانی و امکانیت یا شرایط آرامش و آسایش آنچنانی، این یک سخن امروزی است. اما برای کسی که هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، به گفته پیر توس فردوسی سخنور کیازند سخن آفریدگار شاهنامه، به ما یک فرمول میدهد: هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، کسی که هوشیوار هست، رای شعور و دین دینت وجدان بیدار، هر آن کس که این ستا را دارد، هنگامی که نام وخش را میشنود خواهناخواه این وخش میشود یک کلیدی، دری باز میشود، یک دری دروازه‌ای به روی گنج‌های بیکران که نه اکادمیک میتواند آن را تفسیر کند، نه تاریخ‌های قلبکی و تاریخ‌های فلان دانشگاه و بهمان دانشگاه. ببین، ما هنگامی که وخش رو داریم بسیار ساده، من به شما بگم این واژه ها جان دارند. این واژه ها دست من و شما را میگیرند و ما را به کیستی و چیستی خودمان دست در دست هم می‌نهند و پیوند می‌نهند. اگر که هوش و رای و دین را فراراه بینشمان قرار بدهیم، نه تعصب، نه تقلید و نه یکسونگری. ما هنگامی که از وخشور سخن میگوییم خیلی آسان ما میبینیم که پسوند یا لقب آموزگار مهر و خرد زرتشت اسپنتا بهش میگن زرتشت وخشور، و ما یک شهرستان کوچیک و گمنام و دور افتاده به نام وخش داریم. چرا به زرتشت میگن وخشور؟ وخش چی است؟ این در این زمان نگنجد. من تنها میتوانم کوچک برای شما بگم که وخش یعنی وحی خداوندی، وحیی که انسان با کرزمان پیوند دارد. این کاری به مذهب ندارد. نخستین جایگاهی که مردمی یا وهومن تونست با کرزمان و با متافیزیک پیوند بزند، تونست
در اونجا از اپرهام الهام بگیرد، از کرانها، از کیهان الهام بگیرد، اونجا رو میگن وخش. و نخستین کسی که تونست این راز را بیافریند به اون میگن وخشور و اون کسی نبود از جز زرتشت اسپانتا. پس ببینید وخش ما رو تا کجاها میبرد. خب اینو اینجا داشته باشیم. ما میتوانیم که اگر بخوایم که نامگذاری کنیم خانواده وخش بسیار بسیار این بنچک، این خودش یک واژه مادری هست که بی اندازه میتواند فرزندانی داشته باشد. ما چرا نیاییم که نام قرخان تپه رو نذاریم وخشور؟ چرا نداریم وخشا؟ چرا نداریم مهروخش؟ اینها چیزایی هست که شناسنامه دارد، اینها حجت دارد در دل تاریخ ما. حال پیرامون سربندم من به شما بگم، سربند یک واژه کیانی است، یک واژه تاجی کیانی، یک واژه پوره هست. ما از دو بخش بند و سر ساخته شده است. بند رو ما بیشتر به جای سد، جایی که جلو آب نگه می‌دارند تا این آب پشت آن جمع شود، پنگ زند و سپس از اون برای ساختن کهربا یا برق و ذریت یا برای کشاورزی استفاده کنند. اون بالا سرچشمه اینو بگن سربند، یعنی بالاترین بندها یا سرچشمه. سربند، سرهنگ، سرگرد، سرفراز. این سر خودش پیشوندی هست که هنگامی که با پسوندی پیوند بخورد بسیار معنی بالایی دارد. خود سربند از دیدگاه من واژه‌ای است که بی همتاست. اما اگر ما بخوایم که نام این رو علش کنیم و تاجیکانه تر باشد، باید بذاریم وخشاب، آب سپند، چشمه مقدس. این رو من پیشنهاد میکنم و پیرامون واژه های دیگر هم هست، در این دمان نمی گنجد. من همه شما را به خداوند مهر و خرد میسپارم. تا گفتمان دیگر شاد و پدرام باشید. عشق بر شما باد. بدرود.